هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، سوره کهف آیه 103. میخوای بهتون خبر بدیم بدبخت ترین آدما کیان؟ خیلی ها، خدا خیلی آدم بدبخت معرفی میکنه تو قرآن. ای کافره و مشرکه، ان الله لا یحب، اونه که میگه لا یحب دوستشون ندارم، نه بدبختن، بیچارن، خاک بر سرن. میگه میخوای تو این خاک بر سر و خاک بر سر تریناشون رو نشونتون بدم؟ این خیلی سوال خوبیه. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اینا احمقایین که تو زمین دارن مثلا برای من خدام فکر میکنن دارن کار میکنن، اما دارن خرابکاری میکنن. این بدترین نوع ضلالته. یعنی یه نفر بیدین باشه شرف داره به این، یه نفر بشین یه گوشه عرق بخوره شرافت داره به این نماز خوندن این. چون اینا میگه کلهم یتقربون بالله به قتل الحسین، میگه تقرب میجستن به خدا با قتل حسین. عمر صد وقتی فرمان حمله میده تیر و پرتاب، شاهد باشید ای مردمون دنیا باشید شهادت بدید اولین کسی که تیر و پرتاب کرد من بودم. وقتی میخواد دستور حمله بده میگه یا خیل المسلمین، ای ارتش اسلام حمله کنید. میگه 10,000 نفر تو اون آب فرات میرفتن غسل میگرفتن، قرآن میخوندن، قرآن رو تیکه تیکه کردن، تکبیر میگفتن، شمشیر به الله اکبر زدن. این بدترین نوع گمراهیه. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم، اینا کافرن از نظر من و خدا. عجب، من نماز خونم میتونه کافر باشه. حج برو همین، خدا لعنتون اون شمر ملعونی که 12 بار پیاده رفته بود حج. خدا لعنتش کنه که صاحب فتوا بود دور خونه کعبه. میگه پسر عمر، میگه عبدالله بن عمر، میگه سال بعد من دیدمش دور خونه کعبه نشسته بود، یه نفر پشه رو دست سوال. حضرت استاد بفرمایید اگه یه پشه رو دست یکی باشه بزنه بکشش، این نجس این خونه یا نه؟ ایشون گفت خب بستگی داره آقا جان، اگر یک وقت این خون در حال مکیدن باشه نجسه، اگر از یه جای دیگه تو شکمش باشه جای دیگه مکیده باشه جا بکشیش نجس نیست. فتوارم درست داده. میخوام زنده سر ببرم که ثواب ببرم. قتل علی دین جده، میگه کشته شد بر مبنای دستورات دین جدش. لا اله الا الله. ما اینا رو بهتر میفهمیم. مردمی که تو عصر حاضرن ما داعش دیدیم، خوب میفهمیم یعنی چی الله اکبر بگی سر ببری. ازم من به تو گفتم نماز بخون که آدم شی. این چه نمازی تو رو حیوانت کرده؟ این چه دین داری که از تو قاتل ساخته، از تو دزد ساخته؟ طرف زد تو خیمه ها نقل شده، اشتباه نکنم شیخ مفید میگه یکی از نوامیس آل الله بود دیگه، رفت اون جلو شروع کرد گریه کردن. همین یارو که زده بود تو خیمه شروع کرد گریه کردن، میخواست این گوشواره رو بکنه. گفت چرا داری گریه میکنی؟ گفت آخه شما ناموس رسول الله. گفت میدونی تو ناموس داری این کار؟ گفت آره دیگه، اگه من نکنم یکی دیگه میکنه. مال حروم دلو عوض میکنه. نمازتو میخونی و حروم خوری و جلو حق وای میستی. آقا اون یه مش آدم احمق بوده، اینجوری هم نیست. با ما که اونجوری نمیشیم. بابا شده برات بگم 100 سال پیش این مملکت. شیخ فضل الله نوری گفت این مشروطه درست نیست، مشروعه نیست، این کار انگلیس و روس و ایناست، میخوان پدرمون رو در بیارن. شایعه کردن که این آقا با پادشاهی قاجار ساخت و پاخت کرده پول گرفته. راه میرفت تو خیابون فوشش میدن شیخ فضل الله نوری. پیغام فرستادن از سفارت انگلیس و روس که آقا شما هم بیا پرچم انگلیس و روس رو بزنه. خیلی‌ها پرچمای انگلیس و روس رو زدن در خونه‌شون که جون سالم به در ببرن. یعنی هر کی این پرچمو زد کسی بهش دست بزنه با ارتش انگلیس و روس وارد جنگ شده. گفتن شما هم بیا. اونها دنبال این بودن که جذبش کنن دیگه. ایشون گفت من بار این ذلت نمیرم، عیبی نداره. وایستاد این پیرمرد و کشیدنش بالا دار. میگه وقتی میخواستن ببرنش جماعت شیعه، این که دیگه تو کافرستون که نبوده ها، شیعه بودن دیگه، نه مردم تهران، این که رسیده بودن. میگه با قنداق و تفنگ اینقدر زدن بازوهاشو خورد کردن وقتی میبردن. یه وقتی کشیدنش بالا پسرش وایستاده بود فوش میداد اون پایین، پسر خودش. آوردنش پایین جنازه رو، مرتیکه ارمنی کشیدش کنار، شلوارشو در حال ادرار کرد سر پا تو ریش و صورت شیخ. صدا از کسی در نیامد. بعد پول دادن به یه سری بچه 5-6 ساله، انداختن جنازه رو تو آشغالدونی خرابه کنار اونجا. پول بهشون دادن، اینا میرفتن وای میسادن سر پا ادرار میکردن تو صورت شیخ. انگار یه لحظه دینداریشون پرید.
چی شد؟ گفتن آقا این با شاه. گفت بابا با کدوم شاه بسته؟ من که خودم از اول با مشروطه خواهان بودم. این مشروطه مشروعه نی، کلا سرتون دارن میذارن، تقی‌زاده اینا میان سوار کار میشن. بله حرفش هم درست در من. بعدها همشون این پشت دستاشون گاز می‌زدن، خاک بر سر ما، میرفتن سر قف فاتحه بفرستن مثلا یه کاری بکنن خدای ما رو ببخش. چرا؟ چون شیخ باید خون میداد تا بگه حرفم درست. یه جای فقط باید خون بدی تا اثبات کنی حرفت درست، وگرنه میگفتن چی بهش میرسه، هر کاری کنیم چی بهش میرسه، چی گیرش میاد. مثلا خون یه جای اینجوری حرفتو پایدار میکنه، تا خون ندی فایده نداره، میگن چی بهش میرسه. یه جای فقط